همون حدیث در بخاری هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم به زنها اجازه داده هستند و حتی دعای قبرستان را به حضرت عایشه یاد دادن و حضرت عایشه بعد از مرگ پیامبر به قبرستان برای زیارت قبر برادر خود می رفتند. یعنی پیامبر در اول منع کردند و بعدا اجازه دادند، اما اجازه هست برای زنهایی که میدانند که برای قبرستان چرا رفته ایستادند، رفته خاک آن رو به خود مالیدن. و سبحان الله چقدر شرکایی هست که در ما در وطن در سر قبر میکنند. یعنی بعضیا به قبرستان رفته به جای اینکه آخرت را یاد کنند، به جای اینکه برای مرده دعا کنند و یک به خود آیند که جای ما فقط همینجاست، برعکس به هزار و یک گناه رفته دست میزنند. خیلی گفتم از شرک و از ناشکری و از نارضا بودن. شما فقط برای دعا میروید، در خانه‌تان دعا کنید هم میرسد و به سر قبر هم ان شاءالله باک ندارد. و در مسئله یاسین خواندن بعضی از علما به این چیز اجازه میدهند، یعنی